كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ای انسانها، از پروردگار خود بترسید و تقوای اون رو پیشه کنید و همچنین بترسید از آن روزی که هیچ پدر یا مادری به جای فرزند خود جزا داده نخواهد شد و هیچ فرزندی جزای پدر و مادر رو به عهده نخواهد گرفت و از طرف اونها جزا داده نمی شود. وعده الله بر حق است، پس متاع دنیا شما را نفریبد و به مال دنیا مغرور نشوید. با سلام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، با یکی دیگر از برنامه‌های سفر آخرت در خدمت شما عزیزان و خوبان هستیم. در برنامه‌های گذشته به موضوع قبر، قیامت و سور اول که سبب از بین رفتن دنیا میشه و سور دوم که سبب زندگی دوباره در روز قیامت خواهد شد صحبت کردیم. روز قیامت همون روزی که در اون روز سرنوشت انسان برای ابد رقم زده خواهد شد. اون روز سختی که نه یک روز بلکه بیشتر از 50,000 سال طول خواهد کشید. اون روزی که انسان کارنامه اعمالش رو به دست خواهد گرفت. اگر از دست راست اون داده شد، اصحاب یمین این خوشنصیب تا ابدالابد در بهشت الله متعال در ناز و نعمت زندگی خواهد کرد و اگر خدایی نکرده از دست چپ نامه کسی به او داده شد تا ابدالابد در دوزخ خواهد ماند. روز قیامت نیاز داره تا ما بیشتر باش آشنا بشیم در پرتو آیات قرآن کریم. در جلسه گذشته به همراه کارشناس محترم برنامه جناب استاد مولانا مجیب الرحمن انصاری عزیز درباره برخی از آیاتی که در قرآن کریم به موضوع روز قیامت اشاره کردند نظری انداختیم و بررسی کردیم این آیات رو و در این برنامه به همراه شما بینندگان عزیز این موضوع رو ادامه خواهیم داد به همراه جناب مولانا. جناب مولانا سلام عرض میکنم خدمت شما از طرف خودم و به نمایش خوش آمدید. ما هم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی عرض و سلام و ادب دارم. خدمت جناب شیخ فضل الحق سلیمانی عزیز در خدمت شما قرار دارم. جزاکم الله خیر و علیکم السلام. جناب استاد، در برنامه آخری که داشتیم شما در باره بعضی از آیات اشاره فرمودید درباره روز قیامت. دوست داریم بیشتر برامون بگید از روز قیامت در پرتو آیات کلام الله مجید تا بیشتر آشنا بشیم با این روز و این بخش مهم از زندگی آینده. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. صدق الله العظيم.
در جلسه گذشته به طور خلاصه و فشرده بعضی از آیات قرآن عظیم الشان که ارتباط به نفخ دوم سور داشت که برای حیات انسانها و جمع شدن اونها در صحرای محشر مختصرا اشاره کردیم و موضوع اصحاب یمین و اصحاب شمال خلاصه اشاره شد. جریان صحرای محشر بسیار موضوع مهمی هست. در عرصه اعتقادی میبینیم جایگاه خاص خود داره و آیات زیادی هم در این موضوع هست که نیازه که این آیات اشاره بشه تا عزیزان و دوستان متوجه بشن که صحرای محشر روز سرنوشت سازه، روز نتایج خلاصه. یعنی در دنیا که ما و شما در ابتلا و آزمایشیم، ثمره و نتیجه 50 سال و 60 سال و 100 سال عمر، نتیجه همه زحمات و همه مشکلات که انسان در دنیا متحمل میشه در صحرای محشر میبینه که چگونه نتیجه هست. چنین نیست که انسان ها فکر بکنن که در دنیا اینهایی که زندگی مثلا با مشقت تیر میشه و انسان هایی که مصروف نمازن، روزه‌ان، مشقت گرسنگی رمضان را تحمل میکنن، مشقت سختی نمازهای پنجگانه و یا نیمه شب را متحمل میشن، سختی جهاد را متحمل میشن. فکر بکنن که این سختی در دنیا اینا کشیدن و نتیجه هم چیزی نبود و نخواهد شد. یا این انسان هایی که در هوا و هوس و در عیش و استراحت میگذرانن و در خوشگذرانی ها تیر میکنن و اینها هم لذتی از دنیا بردند و از اینها دیگه چیزی پرسان نخواهد شد. نخیر، چنین نیست. روز قیامت روز نتیجه گیریه، روزیه که به اصطلاح انسان‌های نمره اول و دوم و سوم و انسان‌های کامیاب و انسان‌های مشروط و انسان‌های ناکام، همه اینها. روز قیامت روزیه که انسان‌های مستقیم به اصطلاح نام اعمال داده میشه و دوسیه کار اینا در صحرای محشر ختم میشه و مستقیم طرف بهشت میرن. و انسان‌های هستن که در دنیا مسلمان بودن ولی گناه کردن، معصیت کردن و توبه نکردن. مدت اینها طرف جهنم برده میشن و پس از جهنم نجات پیدا میکنن و طرف بهشت میرن. و انسان‌هایی هم که جز کفر و شرک و دلالت دیگه کاری نداشتن در دنیا، سرنوشت اونها هم مستقیم جهنم و ابدالابد. یعنی روز قیامت روز بسیار مهم و روز بسیار حساس و روز میتونیم بگیم که به تعبیر قرآن هم روز وحشت، هم روز سرگردانی، هم روز اضطراب، هم روز نگرانی و در عین حال که همه مشکلات و شدید هست روز فرحت و خوشحالی هم هست. روزیه که انسان‌های خوشبخت به او خوشبختی ابدی دست می‌یابند. آیه سوره نبأ آیه 18 الله سبحانه و تعالی می‌فرماید یوم ینفخ فی الصور، روزی که او نفخ دوم دمیده می‌شود که اینها صراحت بیان می‌کنه به نفخ دوم. فتأتون افواجا، گروه گروه مردم ها رو میبینی که بالاخره میآین. فتأتون میآین افواجا برای میدان حشر. خب وقتی که اینها میآین، چون بعداً توضیح داده میشه انشاءالله که میآین مسئله حساب، مسئله کتاب، مسئله اعمال، مسئله صراط، اینها توضیح داده میشه بعداً. از قیامت پرسان کردیم. روز قیامت روزیه که الله سبحانه و تعالی در سوره بقره
میفرماید واتقوا یوما، بترسید از آن روزی که روزیه که یوما لا تجزی نفس عن نفس، روزی که دستگیری نمیکنه نفسی به نفسی، یعنی به درد یک نفر به درد نفر دیگر نمیخوره، یک شخص به درد شخص دیگر نمیخوره. لا تجزی نفس عن نفس شیئا، چیزی، یعنی شیئا در اینجا نکره آمده، دلالت بر اندکیت نشان میده، یعنی اندک کمک کسی به کسی کرده نمیتواند. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعت، در روز قیامت قبول نمیشه شفاعت، یعنی برای کفار شفاعت هیچ یک، چون در روایات داریم، در آیات در روایات که انبیاء علیهم السلام خصوصا نبی کریم صلی الله علیه و سلم شفاعت میکنن که باز بعدا شفاعت کبرا توضیح داده میشه. حافظان قرآن خصوصا شهید که در روایات آمده، در اینجا گفته شده که روز قیامت روزیه که ولا یقبل شفاعه منها شفاعت، قبول نمیشه از این شفاعت. یعنی چی؟ یعنی هیچ میان جیگری نیه که بیای به اصطلاح میان جیگری کنه، بیای در اینجا پیش بشه و شفاعت انسانه که از دنیا کفر رفته و از دنیا بالاخره در حال شرک رفته، بیای شفاعت رو بکنه. ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون، همچنین در آن روز فدیه نیه، ولا یؤخذ منها عدل، روز فدیه نیه، روزی نیه که اونجی به اصطلاح رشوت داده بشه، پول داده بشه و اینها. ولا هم ینصرون، و کسی به کمک کسی هم در اون روز بر نمیخیزه، یعنی نصرت داده نمیشه. در این آیه مبارکه 3 تعبیر به کار رفته: شفاعه، ولا یؤخذ منها شفاعة ولا یؤخذ منها عدل ولا یقبل منها شفاعة ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون. در این آیه مبارکه گفته شفاعت قبول نمیشه، فدیه قبول نمیشه، داده نمیشه، همچنین کسی به کمک کسی بر نمیخیزه. چون این 3 تعبیری که در این آیه مبارکه رفته، در دنیا انسان زمانی که یک شخص جرمی گرفتار بشه، از این 3 موضوع کار گرفته میشه. مثال میگیم، مثلا یک حاکم، یک پادشاه، یک وزیر، یک ثروتمند در یک جای اگر اسیر میشه، خصوصا مثلا یک پادشاه دنیوی ما مثال بزنیم، یک پادشاه اسیر شد، اولین مرحله که کار میکنن چند نفر جمع میشه، انسانهای کلان بزرگ، و طرف پیشنهاد میکنن که ما شفی از این میشیم، ما وسیله میشیم برای نجات ای. وقتی که وسیله ای اشخاص به طرف قبول نشد، بعدن سرمایه رو پیش میکنن، ما میخریم. شخص 10 سال زندان رفته تخفیف بیایه، 10 سال یا سالانه چقدر پول میدیم، 10 سالی بیایه به 1 سال بیخی هیچ بشه. اگر شفاعت هم نشد و پول که پیش کردن نشد، اینجا این شخص اتباع داره، اتباع پیرو داره یا لشکر داره، سپاه داره. لشکر و سپاه یا اتباع ای به دفاع از او برمیخیزن، مبارزه میکنن، مقابله میکنن، به زور متاسم، به زور میخوان که او نجات بدن. الله سبحانه و تعالی در این آیه مبارکه میگه در صحرای محشر برای او انسانهای بدبخت و شقی، برای انسانهای کافر و مشرک و ظالم، برای اینهایی که از حد گذراندن، هیچ شفاعتی قبول نمیشه، هیچ فدیه‌ای قبول نمیشه و هیچ کس هم نیست که برخیزه و او نصرت بده. هیچ قوتی نیه، هیچ قدرتی نیه، هیچ جایگاهی نیه. این تصویر صحرای محشر که قرآن بیان میکنه.
واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس. فقط خود انسانه که به درد خود میخوره و خود انسانه و اعمال انسانه که یا اور اعماله که وسیلیه. چون شخص وقتی که از دنیا میره بر اعمال خود سواره، اعمال که اور سوق میده میبره یا به بهشت یا به جهنم. آیه بعدی که الله سبحانه و تعالی وضعیت و جریان صحرای محشر رو بیان میکنه در سوره دخان آیه 41 میفرماید یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون. الله سبحانه و تعالی میفرماید یوما، روزی که آن روز چگونه روزیه؟ لا یغنی، بی نیاز نمیکنه، مولا عن مولا. مفسرین ارتباط به مولا اشاره کردن دوستی و بعضی از مفسرین گفتن مثلا آمر. در دنیا یک نفر بستگه با یک مأمور آمر بزرگ داره، پدر فرزند قوی داره، فرزند پدر قوی داره، خلاصه خویشاوند محکمی داره، به کسی تکیه کرده، کسی تکیه کرده است. و زمانی که در دنیا مرتکب جرم جنایت گرفتار بشه فوراً تکیهگاه او به سراغ او میآید، حمایت میکنه از او، حمایت میکنه. در صحرای محشر تکیهگاه فقط ذات اقدس الهیه، پشتیبان. اگر کسی در دنیا تانست این تکیهگاه و این پشتیبان از آن خود کرد، یعنی الله را از خود راضی کرد، فرمان الله را به جا کرد، در صحرای محشر پشتیبان داره که الله هست. غیر از الله سبحانه و تعالی دیگه هیچ حامی و پشتیبانی به درد این نمیخوره. یوم لا یغنی، بی نیاز نمیکنه، فریاد میزنه که کجا هستی تو رئیسی که در دنیا از ما پشتیبانی میکردی؟ کجا هستی وزیری که از ما پشتیبانی میکردی؟ کجا هستی؟ این برنامه ما چون سفر آخرته. امروز در دنیا میبینیم خیلی جنایت ها میشه، خیلی ظلم ها میشه. مثلا یک نفر در دنیا ظلم میکنه، میبینی یک وزیر از او پشتیبانی کرد، یک والی از او پشتیبانی کرد، یک قدرتمند از او پشتیبانی کرد. خب امروز که پشتیبانی میشه از او و دفاع میشه، خب امروز نتانسته مظلوم حق خود از ظالم بگیره. امروز حق مظلوم پایمال شده. ظالم چون حامی داشته، پشتیبان داشته، اما روز قیامت که حامی مظلومین اللهیه، پشتیبان مظلومین اللهیه. الله سبحانه و تعالی میگه که یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون. اصلا اندکی کمک نمیتونه کرده. ای که کمک نمیکنه خیر، کمک کرده نمیتواند، ولا هم ینصرون، و هیچ نصرت دهنده هم برای از او نیه در صحرای محشر. جناب مولانا درباره اینکه روز قیامت فرمودید که کسی به درد کسی نمیخوره و روز قیامت همه هر کسی به فکر خودش هست. آیا در روز قیامت این گونه هست که رابطه هایی باشه و در اون به حال بحران سختی که هست احیانا کسانی با هم رابطه دوستی هم داشته باشن، احیانا اونجا بتونن هم دیگر رو ببینن، احیانا سلام علیکی با هم داشته باشن، یا نه کلا اون روز رو کلا روز بیگانگی است و روز ناشناسی است و روز فاصله و تفرقه است؟ خود صحرای محشر موقف‌های مختلف داره. انسان‌ها که از قبرها برانگیخته میشن و حرکت میکنن و الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه که و نحشر المجرمین یومئذ زرقا و آیاتی که بیان شد. در صحرای محشر بر بعضی مراحل داره که همه از هم بیگانه هم. همه از هم بیگانه هم. اصلا در ابتدای صحرای محشر که گفته شده فاذا جاءت الصاخ فاذا جاءت الطامة
اینا ابتدای قیامت هست، ابتدای محشر هست. همه انسان ها از هم بیگانه هستند. اما میمونه مراحلی که از صحرای محشر طی میشه، فرصت ها داده میشه. به طور خلاصه و فشرده اگر اشاره کنیم، الله سبحانه و تعالی در سوره زخرف آیه 67 میفرماید الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. تمام دوستانی که در دنیا دوست بودن، محبت داشتن، نشست و برخاست داشتن، همه این دوستی ها در صحرای محشر تبدیل به دشمنی میشه. چون به خاطر که دوستی که به خاطر الله نباشه، محبتی که به خاطر الله نباشه، چون این دوستی ها و این پیوند ها او رو به صحرای محشر به عذاب میکشانه، اینجی تبدیل به عداوت و دشمنی میشه. ادامه آیه میفرماید الا المتقین. در صحرای محشر که با هم دیگر میرسن و با هم دیگر محبت میکنن و با هم دیگر دوستی میکنن، متقینن، پرهیزگارانن، اونهایی که به خاطر خدا دوست بودن، اونهایی که گفته شده وجبت محبتی للمتحابین فیه والمتجالسین فیه والمتبازلین فیه الحدیث الاخیر. به خاطر خدا می نشینن، به خاطر خدا خرج میکنن، به خاطر خدا مصرف میکنن، به خاطر خدا خلاصه کنار هم قرار میگیرن. این پیوند در صحرای محشر هست و این انسان ها بر علاوه که از همدیگر گریزان نیان، کنار همدیگر می نشینن، کنار همدیگر محبت میکنن، بر همدیگر گفتگو میکنن. این مخصوص متقین هست، یعنی گروه دیگه از الا المتقین. آیه اول در برنامه‌های گذشته اشاره کردیم که روز قیامت روزیه که فلا انصاب بینهم. اونجا دیگه هیچ خویشاوندی به درد نمیخوره. فقط یگانه چیزی که به درد میخوره تقوا هست، پرهیزگاری هست. یعنی در صحرای محشر در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم که با عزت و سرفراز و سربلند استاده بلال حبشیه. بلال حبشی این جایگار از کجا پیدا کرد؟ از تقوا و خدا ترسی. ولی پیوند نزدیکی که به رسول الله صلی الله علیه و سلم داره ابو لهب. در صحرای محشر هیچ ارتباطی و هیچ نزدیکی به رسول الله صلی الله علیه و سلم ابو لهب نداره. تبت یدا ابی لهب. و حتی ببینیم در دنیا خدمات زیادی به رسول الله صلی الله علیه و سلم کرد. ابو طالب مشکلات گوناگونی ابو طالب متحمل شدن به دفاع از رسول الله صلی الله علیه و سلم، در مقابل دشمنان استادن، دشمنان رسول الله صلی الله علیه و سلم. ولی چون لحظاتی که از دنیا رفتن با او عقیده آبایی و اجدادی که داشتن رفتن و رسول الله صلی الله علیه و سلم که اصرار زیاده کردن و اونها به اصطلاح ایمان نیاوردن و از دنیا رفتن. وقتی که به صحرای محشر نگاه میکنیم، هیچ ارزشی، هیچ فایده رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم برای ابو طالب رسانده نمیتونن. این پیوند به این خویشاوندی به اونجا هیچ فایده نداره. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. فقط پیوندی که ارزش داره در صحرای محشر او پیوند تقوا هست، خدا ترسی هست، خدا جویی هست. غیر از مواردی که شما اشاره فرمودید جناب مولانا، آیا خود انسان، اونا بعضی هایی که متقین که خب الحمدلله خب خودشون هم متقین، همین خود متقی بودن دلیل بر خوب بودن و این پاک بودن این هست که جزء اصحاب یمین خواهند بود. و اما آیا خود انسان هم میتونه به نفع خودش، برای خودش یک حرکتی انجام بده؟ آیا اینجوری شده که خود انسان بتونه از خودش دفاع بکنه در روز قیامت؟ به فرصت داده بشه به اون که از خودش دفاع بکنه و کاری برای خودش بکنه، تنها برای خودش حداقل؟ فرصتی که برای انسان داده شده که او از خود دفاع بکنه و زمینه
سعادت و فلاح و رستگاری رو برای خود فراهم کنه، همین فرصت دنیا هست. فرصت دنیا هست. یعنی مثلا ما یک مثال بیان کنیم، 1 سال یا کمتر از 1 سال، چند ماه مثلا شاگرد در یک مکتب، یک مدرسه درس میخوانه و برای از این فرصت داده میشه که مثلا 4 ماه 4.5 ماه تو درس بخوان، بعد یک امتحان میآیه. حالا برای این شاگرد هم گفته شده که بعد از این 4 ماه و 4.5 ماه از تو امتحان گرفته میشه. آیا همون لحظه‌ای که امتحان برگزار بشه، لحظه امتحان که برگزار بشه و شاگرد دست بلند بکنه که استاد اجازه بده که من آماده نیم، برم آمادگی بگیرم و برگردم، چنین فرصت داده میشه؟ نه خیر. امروز روز امتحان هست، امروز روزیه که به تو گفته شده که صحنه امتحان هست. در همین 4.5 ماه 4 ماه بالاخره به همون وعده یا چی که تعیین شده. دنیا هم که انسان میایه مدت 20 سال و 25 سال و 30 سال و تا از لحظه‌ای که به تحت تکلیف قرار میگیره تا لحظه‌ای که از دنیا میره، این هم فرصته. این هم فرصته. در صحرای محشر فقط روز حساب، روز کتاب، روز نتیجه، روزیه که فقط سرنوشت انسان تعیین میشه که تو در گذشته چه کار کردی و این نتیجه کار کردت و امروز ببین، بخوان و او چیزی که وعده داده شده بود ببین. ذره فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. از او گناه و معصیتی که کردی ذره با تو حساب میشه، از او اجر و پاداش و ثواب و عمل صالحی که انجام دادی ببین ذره هم کم و کاست نشده. پس فقط میتونیم بگیم که روز نتیجه گرفتن هست و کارنامه انسان داده میشه و طبیعتا در دنیا ما اون روزی که کارنامه میگیریم اون روز فرصتی برای جبران و برای تکرار نیست، چون همه چیز تمام شده است. یعنی نتایج امتحان آخرین فرصت همون لحظه امتحان بود که انسان اونم از خودش تازه بدون کمک گرفتن از کسی دیگه اگر میتونست کاری بکنه و تمام شد. ان شاءالله که در روز قیامت کارنامه ما کارنامه درخشانی باشه به حدی که وقتی میبینیم دیگه حداقل آرزوی برگشت نکنیم و اینکه چرا کار نکردیم. جناب مولانا صحبت پایانی شما در این برنامه ان شاءالله بقیه موضوعات در برنامه بعد. صحبت اخیر برای همه بینندگان عزیز و گرامی ای هست که الله می فرماید الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. دوستی های دنیا در آخرت تبدیل به دشمنی میشه، الا المتقین، مگر با تقوا. الله سبحانه و تعالی تقوا نصیب همه ما و شما بگردانه و کوشش کنیم که خواهر و برادر دوستی که در دنیا داریم دوستی ما لله و فی الله باشد. موفق باشید تا برنامه بعدی شما را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. خیلی ممنونم جناب مولانا. تشکر میکنم از حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا این لحظه ما رو یاری کردید و برنامه خودتون رو و انشاءالله تا برنامه بعد همه شما خوبان و عزیزان رو به الله متعال می سپارم. الله یار و نگهدارش.